دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI بیت کد. این 16مین جلسه از دوره آموزش 0 تا 100 پایتون برای هوش مصنوعی هستش و تو این جلسه میخوایم راجع به کتابخونه نامپای صحبت کنیم. نامپای یکی از مهمترین کتابخونه ها توی حالا بحث‌های دیتا ساینس و هوش مصنوعی هستش که حالا زمانی که ما میخوایم بیایم و روی ماتریس ها کار کنیم معمولا از حالا کتابخونه نامپای استفاده میکنیم. حالا من وارد محیط گوگل کلاب میشم و حالا توضیحات این کتابخونه رو توی این محیط با هم دیگه میبینیم. خب ببینید، من اگه بخوام حالا بیام و کتابخونه نامپای رو وارد گوگل کلاب کنم، چون که حالا از قبل به صورت نصب شده توی گوگل کلاب وجود داره، کافیه که من فقط بنویسم، حالا در واقع کافیه که فقط ایمپورتش کنم، یعنی بنویسم ایمپورت نامپای، یعنی همینو ما بنویسیم کتابخونه نامپای رو واسه ما ایمپورت کنه. اما حالا اگر که شما از در واقع یک آیدی دیگه استفاده میکنید، یعنی توی یه محیط دیگه ای دارید کد میزنید، اول باید این کتابخونه رو نصب کنید. واسه نصب این کتابخونه حالا یه دونه از این علامت‌های تعجب بذارید، بعد بنویسید پیپ اینستال و بعدش هم نامپای رو بنویسید. خب اینو که اجرا کنید، اون خودش میاد و کتابخونه نامپای رو برای شما اجرا میکنه. حالا من اینو به صورت کامنت در میارم که حالا داشته باشید اینو. خب پس من کافیه که بنویسم ایمپورت نامپای و نامپای رو ایمپورت کنم. حالا خیلی مرسومه که میان به جای اینکه حالا این مدلی بنویسن، چون که حالا بخوایم هی همواره بنویسیم نامپای، یه مقدار طولانی هستش، به خاطر همین میان می‌نویسن as np، یعنی مخففش میکنن و میگن این نامپای رو تو بیا ایمپورت کن و به عنوان np اینو دیگه بشناس. یعنی ما هر وقت بنویسیم np منظورمون دیگه همین نامپای هستش که اینجا ایمپورت کردیم. این خیلی مرسومه و معمولا همین کار رو انجام میدن. شما هم حالا همین کار رو انجام بدید، به نظرم کار خیلی خوبی هستش. خب الان من با همین یه خط کد یک کتابخونه نامپای رو وارد محیط گوگل کلاب کردم و میتونم بیام ازش استفاده کنم. خب ببینید، ما توی حالا بحث های ماتریس ها با 3-4 مدل مختلف حالا از این در واقع ساختارها سر و کار داریم. یکی حالا اسکالر هستش، یکی وکتور، یکی ماتریس و یکی هم تنسور. حالا من اینجا یه شکلی آوردم که تفاوت اینا رو خیلی خوب به شما نشون میده. ببینید، ما منظورمون از اسکالر حالا یک عنصر تنها هستش، یک عدد تنهایی هستش، مثلا همین عدد یکی که اینجا نوشتیم. وقتی حرف از وکتور میزنیم یا حالا همون بردار، منظورمون در واقع چند تا عدد هستش که به صورت یک بعدی در واقع اینا پشت هم دیگه قرار گرفتن. پس این وکتور هست یا بردار. حالا وقتی که صحبت از ماتریس میکنیم، منظورمون اینه که دیگه بیایم توی فضای دو بعدی و حالا هم سطر داشته باشیم و هم ستون داشته باشیم. و حالا تنسور یا حالا ماتریس سه بعدی هم در واقع از کنار هم قرار گرفتن چند تا ماتریس تشکیل شده که حالا اینجا شکلش رو شما میتونید ببینید. خب حالا میخوایم بیایم توی نامپای اینا رو یکی یکی بسازیم. اول از همه بیایم سراغ اسکالر، یعنی یه دونه عدد تنها. خب من واسه اینکه یه اسکالر بسازم میام می‌نویسم np، که حالا np رو شما دیدید هم مخفف نامپای هستش که بالا تعریفش کردیم. بعد یه دات میزنم و می‌نویسم اری. این اری حالا همون به معنی آرایه هستش و حالا توی پرانتز میام اون عددی که میخوام ساخته بشه رو می‌نویسم. مثلا من میخوام یک آرایه‌ای یا اسکالری با مقدار مثلا 7 ساخته بشه. خب می‌نویسم np.array 7. این میاد و برای من یک در واقع یک اسکالری با مقدار 7 میسازه. حالا ما معمولا این اسکالرها رو اینجوری نشون نمیدیم. مثلا وقتی میخوام مثلا یه اسمی واسه این بذارم، مثلا a مساوی است با np.array 7. معمولا وقتی میخوایم یک اسکالر تعریف کنیم، خب خیلی ساده می‌نویسیم a مساوی با 7. ولی خب حالا اینجوری هم میتونید تعریف کنید، هیچ تفاوتی نداره. خب بیایم سراغ
بحث بعدی که حالا وکتور هستش. خب من وقتی میخوام یک وکتور تعریف کنم بازم شبیه همون آرایه می‌نویسم np.array و بعدش حالا توی پرانتز میام یه دونه براکت میذارم و توی این براکت اون عناصر بردارم رو میام مینویسم. مثلا من میخوام مثلا 3 تا عنصر داشته باشه این برداری که ساختم، مثلا 10 و فرضاً 12 و 14. خب حالا اینو میتونیم بریزیم توی متغیری مثلا به اسم b و بعدش هم حالا بیایم b رو نگاه کنیم ببینیم چی هستش. خب می‌بینیم که یک آرایه‌ای هستش که حالا 3 تا عنصر داره، یک در واقع وکتوری هست، یک برداری هست با 3 تا عنصر 10 12 و 14. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که الان ما می‌بینیم که این در واقع این دیتا تایپ اینا یا در واقع نوع داده اینا به صورت اینتیجر هستش، چون که ما همه اعدادمون رو اینجا اومدیم به صورت اینتیجر یا عدد صحیح نوشتیم. ولی اگر که من بیام یه دونه از این اعداد رو اعشاری کنم، اون موقع همه در واقع دیتا تایپ این در واقع ماتریس ما، این وکتور ما به صورت اعشاری در میاد و فلوت میشه. الان ببینید من اگه بیام اینجا مثلا اینو به جای 12 فرضاً بنویسم 12.5 مثلا، بعدش بیام b رو نمایش بدم، میبینید که همه این اعداد به صورت فلوت یا اعشاری در اومدن. ببینید 10 یه نقطه جلوش گذاشته، یعنی حالا به صورت اعشاری هستش. حالا این بحث دیتا تایپ ها رو من جلوتر خیلی مفصل تر اینو توضیح میدم. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما الان این در واقع برداری که ساختیم به صورت سطری هستش. اگه من بخوام اینو به صورت ستونی بنویسم باید چی کار کنم؟ یعنی ببینید مثلا بخوام یک برداری بسازم شبیه این به صورت ستونی باشه. ببین واسه ساخت بردار به صورت ستونی شما باید بیایید هر کدوم از این در واقع عنصرها رو داخل یه دونه براکت قرار بدید. مثلا من فرض کنید میخوام همین رو بیام به صورت ستونی هم نمایش بدم. خب حالا اسمش رو مثلا C بذارم، همون mp.array رو می‌نویسم. بعد حالا باید بیام تک تک این عنصرها رو توی براکت‌های جداگونه بذارم. اول یه براکت کلی میذاریم، بعد حالا اینجا مثلا اول 10 رو بنویسم، بعدش حالا 12.5 رو بنویسم و بعدش هم 14 رو بنویسم. خب حالا اگر C رو نمایش بدیم، خب می‌بینیم که به صورت حالا یک برداری هستش که حالت ستونی داره. خب بیایم سراغ ماتریس ها، ببینیم چطوری میتونیم یک ماتریس بسازیم. خب می‌دونیم که ماتریس یک حالت دو بعدی داره و یه سطر داره و یه ستون. چطوری باید بیام و حالا یک ماتریس بسازم؟ اینم کاری نداره، شما الان خیلی ساده میتونید با همون دستور np.array بیاید و یه ماتریس بسازید. مثلا من میخوام یک ماتریس حالا مثلا 3x3 بسازم که اعداد 1 تا 9 داخلش قرار گرفته باشه. خب ببین من اول یک حالا براکت کلی میذارم و بعدش توی این براکت میام سطرهای ماتریسم رو یکی یکی مینویسم. مثلا سطر اولم 1 و 2 3 باشه. خب این سطر اول تموم شد، یه و میذارم، یه کاما میذارم، بعد حالا سطر دوم مینویسم. بعد میخوام مثلا 4 و 5 و 6 باشه، بعد دوباره یه کاما میذاریم و سطر آخرم هم مثلا 7 و 8 و 9 باشه. خب مثلا اسم اینو بذارم حالا D و بعدش هم حالا این D رو بیایم نمایش بدیم. خب الان میبینید که یه ماتریس واسه ما ساخته که حالا 3x3 هستش، یعنی 3 تا ردیف داره و 3 تا هم ستون داره و این اعداد حالا 1 تا 9 رو برای ما نمایش داده. یه نکته‌ای که هست حالا جلوتر رو میگم، ولی وقتی میخواید ابعاد یه ماتریس یا یک وکتور حالا یا چیزای دیگر رو به دست بیارید، کافیه که یک کلمه شیپ بنویسید. یعنی من بنویسم d.shape. الان این به من میگه که شیپ یا اندازه این ماتریس به چه صورتی هستش که الان میبینید که 3x3 هست. خب
اینم از بحث ماتریس ها. بحث بعدی حالا ماتریس های سه‌بعدی هستش. ببین من واسه اینکه بیام یه ماتریس سه‌بعدی تعریف کنم، انگار میخوام بیام چند تا ماتریس معمولی تعریف کنم، بعد اینا همه رو بیام بذارم توی یه ماتریس کلی. یعنی کاری که انجام میدم چند تا ماتریس معمولی تعریف میکنم مثل این بالا، و بعدش اینا همه رو توی یه دونه ماتریس دیگه قرار میدم. یه ماتریس سه‌بعدی انگار از چند تا ماتریس دیگه تشکیل شده. خب مثلا فرض کنید من یه ماتریس A داشته باشم، حالا مثلا به این صورت باشه 1 و 2 و مثلا 3 و 4. خب بعد مثلا حالا یه ماتریس B داشته باشیم. این ماتریس B هم حالا یه سری عدد توش باشن دیگه، مثلا 5 و 6 و 7 و 8. و حالا یه ماتریس C هم داشته باشم، اینم مثلا حالا 9 و 10 و مثلا 11 و 12 داخل این قرار گرفته باشه. خب حالا ما اینجا الان 3 تا ماتریس جداگونه داریم. من میتونم بیام این 3 تا ماتریس رو توی یه دونه ماتریس بذارم و اینا رو کنار همدیگه داشته باشم و یه ماتریس سه‌بعدی تشکیل بدم. در واقع یک ماتریسی که حالا از 3 تا صفحه تشکیل شده، حالا صفحه A، صفحه B و صفحه C. الان بذارید اینو من بیام بنویسم، مثلا اسمش رو بذارم D مساویه با، خب می‌نویسم np.array و بعد حالا داخل پرانتز حالا یه براکت میذارم، یعنی یه ماتریسی درست میکنم و این A و B و C رو داخلش قرار میدم. خب الان D رو بیایم نگاه کنیم. ببینید D ما در واقع یک ماتریس سه‌بعدی هستش که از 3 تا صفحه تشکیل شده. یکی حالا این صفحه هستش که اینجا داریم میبینیم، یکی این صفحه دومی هستش که اینجا هست و یکی همین صفحه آخر که این پایین داریم میبینیمش. پس الان اومدم و یک ماتریس سه‌بعدی یا حالا یک تنسور تشکیل دادم. اگه شیپ یا اندازش رو هم ببینیم، ببین شیپش به چه صورتیه. میگه 3 و 2 و 2. یعنی چی؟ یعنی این ماتریس ما 3 تا صفحه داره. دقت کنید همیشه این عدد اول تعداد صفحات رو به ما میده. میگه این ماتریس 3 تا صفحه داره، هر کدوم از این صفحه ها 2 تا ردیف دارن. ببینید الان این 2 تا ردیف دارن دیگه، هر کدوم از صفحات 2 تا ردیف دارن و 2 تا ستون هم دارن. ببینید الان دقت کنید هر کدوم از صفحه ها در واقع 2 تا ستون هم دارن. خب اینم از بحث ماتریس سه‌بعدی. حالا شما واسه این ماتریس ها کلی متدهای مختلف در واقع دارید. ببین مثلا من اگه بنویسم D دات، یه دونه دات بزنید، می‌بینید اینجا کلی متد مختلف رو، حالا اینایی که به صورت حالا صورتیه بنفشه چه رنگه، به صورت صورتی رنگ نوشته شده، اینا رو دارید می‌بینید. اینا همه متدهای مختلفی هستن و حالا توابعی هستن که ما واسه این ماتریس داریم که میتونید بیاید شما از هر کدوم که خواستید استفاده کنید. حالا من مهماشو جلوتر اینا رو توضیح میدم، ولی الان مثلا به عنوان نمونه فرضاً میخوام ببینم عنصر ماکسیموم این ماتریس دی ما چی هستش. خب ببین ماتریس دی ما حالا اینا عناصرشن، 12 ماکسیمومشونه دیگه. پس من اگه بنویسم d دات ماکس و بعدش حالا یه پرانتز بذارم، این میاد و عنصر 12 رو به من تحویل میده. حالا شما اینو هم این مدلی میتونید بنویسید، یعنی بنویسید d.max، هم میتونید اینجوری بنویسید np.max و بعدش توی پرانتز بیاید اون ماتریستون رو بنویسید، یعنی d رو بنویسید. الان اینم همون کار میکنه و ماکسیموم این d رو، این ماتریس d رو به شما میده. حالا متدا زیادن، جلوتر اونایی که حالا مهمترن و به کار میان رو توضیح میدیم. اینجا فقط یه اشاره خیلی کوتاه کردیم که حالا بدونید یه سری اتریبیوت و یه سری متد هم اینجا ما داریم. بیایم سراغ اتریبیوت ها. ببین ما چند تا اتریبیوت داریم که حالا اینا مهمتریناشن که اینجا نوشتیم.
یکیش همون دات شیپ هستش که میاد شیپ و اندازه ماتریس رو به ما میده. حالا شما با این اتریبیوت و متد جلسات گذشته آشنا شدید، به خاطر همین دیگه من خیلی توضیح نمیدم که اتریبیوت چیه، متد چیه. خب دستور شیپ که گفتیم میاد اندازه ماتریس رو به ما میده. مثلا همون ماتریس دی که اینجا داشتیم اومدیم شیپش رو گرفتیم که حالا 3:2 بود. یعنی من اگه بنویسم دی دات شیپ میاد اون اندازه رو به ما میده. میگه 3 تا صفحه داره، هر صفحه 2 تا سطر داره و 2 تا ستون. حالا دستور سایز چیکار میکنه؟ ببین دستور سایز در واقع به ما میگه که این ماتریس دی که اینجا داریم چند تا عنصر داره، تعداد عنصراش رو میده. ببین مثلا این دی رو من همین پایین یه بار حالا فراخونی کنم که دیگه بالا نریم. خب دستور سایز به ما میگه چند تا عنصر توی این حالا ماتریس دی وجود داره. یعنی من اگه بنویسم دی دات سایز، خب معلومه دیگه 12 تا عنصر ما داریم، پس اینجا ما میگه که سایز این دی 12 هستش. حالا میتونید اینا رو هم شیپ رو هم تو هم ضرب کنید، به همین میرسید دیگه. یعنی 3 تا صفحه که هر کدوم 2 تا ردیف دارن و 2 تا ستون، میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 2 که حالا 3 2 تا 6 تا 6 2 تا هم 12 تا و این سایز رو در واقع به ما میده. دستور بعدی اندیم هستش. ببینید دیمنشن این ماتریس رو به ما میده. حالا دیمنشن یعنی همون بعد دیگه، به ما میگه که چند بعدیه. خب من میدونم این 3 بعدیه دیگه، حالا تعداد صفحاتش هم 3 تاست. پس من اگه بنویسم d دات اندیم، این میاد و در واقع اون تعداده. حالا من یه پرانتز اینجا اضافه زدم. خب این میاد تعداد بعدهای اون ماتریس رو به ما میده. یا مثلا بذارید یه مثال دیگه هم بزنیم. فرضاً این ماتریس دو بعدی که اینجا داشتیم رو من بیارمش اینجا. خب بذارید اسمشو مثلا بذارم ای که با اون بالایی قاطی نشه. خب این ماتریس ای ما هستش که یه ماتریس دو بعدیه. من اگه بنویسم ای دات اندیم، میبینیم که بعدش رو به ما میده که میدونیم بعدش 2 هستش. یا حالا مثلا شیپش رو اگه بگیریم به ما میگه که 3:3 هست، چون 3 تا در واقع ردیف داره، 3 تا سطر داره و 3 تا هم ستون داره. میبینید که 3:3 رو به ما داد. یا سایزش هم میدونیم 9 تا عنصر توشه دیگه، پس سایزش هم میشه 9. یعنی من اگه بنویسم ای دات سایز، عدد 9 رو به من نشون میده. خب حالا یکی دیگه از دستورات مهمی که وجود داره دستور دی تایپ هستش که ما خیلی حالا با این سر و کار داریم. ببین من اگر بیام و مثلا همین ای که اینجا داریم اینو بیام دی تایپش رو بگیرم، دی تایپ همون دیتا تایپ هستش، یعنی نوع دادش چی هستش. مثلا اینتیجره یعنی عدد صحیح، فلوت حالا اعشاریه یا بولیانه، کدوم یک از این نوع داده ها هستش. من اگه بنویسم ای دات دی تایپ، این میاد و دیتا تایپ رو به من میده. ببینید الان نوشته اینت 64. خب این ای رو شما اگر دقت کنید میبینید که همه اینتیجرن و حالا توی نامپای ما به صورت پیش‌فرض و به صورت دیفالت اینت 64 رو این برای ماتریس ها در نظر میگیره و اگر هم فلوت شما یه عددی رو فلوت بزنید خود به خود فلوت 64 رو در نظر میگیره. مثلا بذارید من یه حالا چیز فلوت هم بنویسم، مثلا mp دات array، فرضاً یه وکتور بنویسیم مثلا 1 و مثلا 3.5 و 4. الان چون که ما یه دونه عدد اعشاری اینجا داریم، همه اینا رو اعشاری میکنه و دیتا تایپش از نوع فلوت میشه. خب بذارید من یه اسم واسه این بذارم، مثلا اسمشو بذاریم f و بعدش بیایم این دیتا تایپ اینو بگیریم، یعنی f دات دی تایپ. خب میبینیم که دیتا تایپش از نوع فلوت 64 هستش. پس به صورت دیفالت دیتا تایپ برای عدد در واقع ماتریس هایی که عددشون صحیحه اینت 64 و برای اون ماتریس هایی که حالا ما توش اعشاری داریم فلوت 64 هستش. حالا این اینت 64 و فلوت 64 و چیزای دیگه که می‌بینیم مثلا مفهومشون چیه؟ من اینجا یک جدولی آوردم که حالا جدول خیلی خوبی هستش.
و اومده تمامی این دیتا تایپ های مختلف رو توضیح داد. ببین بولیان که حالا شما میدونید قبلا باهاش آشنا شدید، یعنی اون ترو و فالس. اگه شما فرضاً یه ماتریسی بسازید، من یه ماتریس بسازم مثلا اسمش رو جی بذارم، خب np.array و بعد بیام اون عنصراشو به صورت بولیان قرار بدم، به صورت ترو فالس. مثلا این ترو باشه، بعدی فالس باشه، و مثلا بعدی هم ترو باشه. خب اینو اگر من بیام دیتا تایپ، ببین الان جی رو یه بار نمایش بدیم، خب می‌بینیم که یک وکتوریه که در واقع اون عنصراش به صورت ترو و فالسن. اینو اگه من دیتا تایپش رو بگیرم، دی تایپش رو بگیرم، می‌بینیم که به صورت بولیان هستش. پس بولیان رو شما باش آشنایی دارید. اینجا ببینید ما 3 تا در واقع دسته دیگه هم به جز بولیان داریم. یکی اینتیجرها هستن، یعنی اون عددهای صحیح. حالا این یو اینت هم که یه زیر مجموعی از همونه، حالا توضیح میدم. یکی فلوت هستش، یعنی اون اعشاری ها، و یکی هم کامپلکس. فلوت که گفتیم اعشاری، کامپلکس همون اعداد مختلط هستن که حالا از دو بخش موهومی و ریل یا حقیقی تشکیل میشن که خیلی کاری با اینا نداره. ببینید اینتیجرها خودشون به چند تا دسته تقسیم میشن. حالا این چند تا بالایی رو کاری نداشته باشید، بیاید سراغ اینا. اینت 8، اینت 16، اینت 32 و حالا اینت 64 بیتی. اینا چی هستن؟ ببینید شما وقتی که برای دیتا تایپتون اینت 8 رو انتخاب کنید، این در واقع ماتریس شما میتونه عددهای بین منفی 128 تا مثبت 127 رو پوشش بده. و عددی اگر خارج از این بازه باشه، مثلا شما بیاید عدد چه میدونم مثلا 1000 رو توی اون ماتریستون بنویسید، اون عدد رو نمیتونه پوششش بده و خودش یه جورایی حالا میاد تبدیلش میکنه به یه عددی توی این رنج و شما یه جورایی انگار اون دیتاتون رو از دست دادید، یه لاسی اینجا وجود داره. پس شما باید دقت کنید وقتی دارید اون ماتریستون رو تعریف میکنید کدوم یک از این دیتا تایپ ها مناسب اون ماتریس شما هستش. یعنی با توجه به اون رنج اعدادتون باید اینو در نظر بگیرید. یا مثلا اینت 16 بازه بین اعداد، حالا بین منفی 32,000 خورده ای تا مثبت 32,000 خورده ای رو میاد پوشش میده. و حالا اینت 32، اینت 64 که دیگه خیلی بازه گسترده ای از اعداد رو پوشش میدن. پس شما باید به این دقت کنید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که خب شما مثلا توی اینت 8 یا مثلا اینت 16 مقدار رم کمتری مصرف میکنید به نسبت مثلا اینت 64. پس باید یک چی میگن یه ترید آفی بین اینا بتونید ایجاد کنید. حالا یه تعادلی بین اینا بتونید ایجاد کنید که هم رم خیلی زیادی ازتون مصرف نشه و هم بتونید اون ماتریستون رو به بهترین شکل نمایش بدید. حالا این خیلی فعلا چون ما حالا ابتدای کار هستیم خیلی مهم نیست، چون خیلی با در واقع دیتاهای حجیمی سر و کار نداریم. ولی خب بعداً ممکنه که شما نیاز باشه مثلا یه جایی به جای مثلا اینت 64 یا مثلا فلوت 64 بیاید مثلا از فلوت 16 استفاده کنید، که اتفاقا من همین دقیقاً مثلا خیلی جا پیش اومده که مثلا یه مدلی رو می‌خواستم بیام آموزش بدم، چون که حالا خیلی مدل سنگینی بوده و حالا اون دیتاها هم خیلی حجیم بودن، مجبور شدم که مثلا به جای فلوت 64 بیام مثلا دادامو تبدیل کنم به فلوت 16 که حالا هاف پرسیژن هم بهش میگن، و این تبدیل رو انجام بدم که حجم کمتری، حالا مقدار رم کمتری مصرف بشه و بتونم اون مدل رو اجرا کنم. حالا خیلی شما فعلا نیاز نیست که این کارا رو انجام بدید، ولی خب اینا رو بدونید خوبه، واسه بعداً خیلی خوبه. خب یو اینت چی هستش؟ ببینید یو اینت در واقع unsigned اینتیجر هستش، یعنی حالا اینتیجری که علامتی در واقع نداره دیگه، یعنی مثبت شده. ببینید مثلا اینت 8 میاد اعداد بین منفی 128 تا 127 رو پوشش میده. شما اگه یو اینت 8 رو بیاید استفاده کنید، میاد این منفی ها رو هم حذف میکنه، میاره اضافهشون میکنه به مثبتا و از 0 تا عدد 255 رو برای شما پوشش میده. یا مثلا یو اینت 16 مثلا از 0 تا حالا 65,000 خورده ای رو میاد برای شما پوشش میده.
خب فلوت ها هم به همین صورت دیگه، مثلا فلوت 16، مثلا فلوت 32 نسبت به فلوت 16 حالا اعداد بزرگتری رو میتونه بیاد پوشش بده. کامپلکس هم که گفتم همون اعداد در واقع مختلط هستن که حالا از دو بخش موهومی و حقیقی تشکیل شدن. این یک حالا چیز کلی بود که شما باید توی ذهنتون اینا رو داشته باشید و بدونید اصلا فرق اینا چیه. مثلا اینت 8 بیتی با اینت 16 بیتی یا اینت 32 بیت چه تفاوتی داره. نیاز نیست اینا رو حفظ کنید، ولی خب یه درک کلی از اینا داشته باشید. به صورت پیش‌فرض الان نامپای برای شما عددهای صحیح رو میاد اینتیجر 64 قرار میده و اعشاری‌ها رو هم فلوت 64 قرار میده. خب بیایم حالا یه مثالی هم بزنیم. فرض کنید که مثلا من یک حالا وکتوری تعریف کنم به این صورت np.array و حالا مثلا یه سری عدد بهش بدم، فرضاً -10 و مثلا 20 و حالا مثلا 400. خب اینو دیتا تایپش رو اگه بگیریم، چون که حالا همشون صحیح هستن، دی تایپش از نوع اینت 64 هستش دیگه به صورت دیفالت. اما خب من میتونم اینو تغییرش بدم. ببینید مثلا میتونم بیام اینجا، بذارید کپیش کنم. خب اینجا ببینید بچه‌ها، اگر که بعد اینکه عدداتون رو نوشتید و اون ماتریستون رو در واقع یا اون وکتورتون رو ساختید بیاید یه و بذارید اینجا، ببینید حالا خودش هم یه راهنمایی میکنه اینجا واسهتون مینویسه. بعدش میتونید دی تایپتون رو بیاید تعیین کنید، یعنی بنویسید دی تایپ مساویه با، بعد اینجا اون دی تایپی که مد نظرتونه بنویسید. مثلا من میخوام اینا رو تبدیل کنم به فلوت 32. خب بنویسم mp.float و بعدش هم حالا 32 رو بنویسم. خب الان اینو اگر بیام اجرا کنم، ببین دی تایپش از نوع فلوت 32 میشه و عدداش رو نگاه کنیم میبینیم که عددها هم اعشاری شدن. ببین الان ما اول اینجا اینا رو اعشاری ننوشتیم دیگه، به صورت صحیح بودن، ولی اینجا رو اگه نگاه کنید ببینید که یه نقطه، یه دات اینجا گذاشته و اینا رو به صورت اعشاری تبدیل کرد. خب حالا مثلا اگه من بیام همینا رو تبدیل کنم به اینتیجر 8 بیتیشون کنم، چه اتفاقی میفته؟ بذارید باز اینو کپی کنم. خب فرض کنید من همین اعداد رو بیام به جای حالا فلوت 32 بیام تبدیل کنم به اینت 8. خب اینت 8 بیت. خب حالا اینجا دی تایپش که میشه اینت 8، ولی حالا خودش هم یه اروری میده، میگه که مثلا یه عدد 400 که داریم حالا توی اون رنج اینت 8 اصلا نیست. ببین اینت 8 چه عددی رو پوشش میداد؟ از -128 تا خود عدد 127. خب ولی ما عدد 400 رو اینجا داریم. خب 400 از 127 بیشتره دیگه. ببین ما تا 127 رو میتونیم اینجا پوشش بدیم. خب ببین چه اتفاقی میفته. من الان ببینم A رو اگر نمایش بدیم، ببین چه اتفاقی افتاده. -10 که سر جاشه، چون ما حالا اعداد منفی رو از -128 شروع می‌کردیم تا مثبت‌ها که به 127 میرسه. 20 هم که سر جاشه، ولی 400 رو ببین خودش اومده تبدیل کرده به یه عددی توی همون بازه -128 تا +127 و ما انگار اون دیتامون رو از دست دادیم. اون در واقع عددی که داشتیم، اون عنصری که داشتیم رو از دست دادیم و این خوب نیست اصلا. ما دوست نداریم که اینجوری دیتامون تغییر کنن. پس باید دقت کنید که شما چه دیتا تایپی رو برای اون ماتریستون دارید انتخاب میکنید. این خیلی بحث مهمی هستش. خب اینم از این بحث. بیایم سراغ تبدیل حالا دیتا تایپ های مختلف به هم دیگه. فرض کنید که شما مثلا حالا همین اینو داشته باشید، چون حالا وقت نمیخوام خیلی گرفته بشه، بذارید سریع کپی کنم. فرض کنید که من حالا A رو به این صورت دارم، یعنی اعداد -10 20 400 که حالا یه وکتور هستن و دیتا تایپشون مثلا فلوت 32 هستش. اینو به ما دادن. فرض کنید به ما میگن این وکتور A رو بیا تبدیلش کن به مثلا اینت 64 یا اینت 32. چجوری این کارو میکنم؟ ببینیم A دات، بعد جلوش می نویسید از تایپ. خب یه از تایپ می نویسید
و بعدش داخل پرانتز میایید میگید که به چه دیتا تایپی تبدیل بشه. یعنی می‌نویسید np دات مثلا میخوام بشه اینت 32 اینت 32. خب اینو اگر که اجرا کنید ببینید الان اومده اینجا. الان ما اولش این دادمون از نوع فلوت 32 بود، اینجا رو دقت کنید دی تایپش از نوع فلوت 32. بعد حالا با این دستور از تایپی که نوشتم و بعدش اینجا نوشتم np.int 32 اومده این فلوت 32 رو تبدیل کرده به در واقع اینتیجر 32 و اینتیجر 32 بیتی رو به ما تحویل داده و می‌بینیم که دیگه اعدادم اعشاری نیست و تبدیل شدن به عدد صحیح. خب اینم از بحث تبدیل ها. بیایم سراغ یه سری اسپیشال اریز. اینا ببینید یه سری آرایه های خاص هستن که ما معمولا خیلی از اینا توی کارامون استفاده میکنیم. ببینید شما فرض کنید که میخواید بیاید و مثلا یه ماتریس مثلا 100% یعنی 100 تا سطر داشته باشه، 100 تا هم ستون داشته باشه، 100 تا ردیف و 100 تا ستون. یه ماتریس 100% بسازید که همش مثلا با صفر پر شده باشه. خب این چند تا عنصر داره؟ 100% دیگه، یعنی 10,000 تا عنصر داره. خب من که نمیتونم بیام یه دونه اینا رو فرضاً صفر بذارم. میخوام یک ماتریسی تشکیل بدم که همه عناصر صفر باشه، ابعادش هم 100% باشه. خب نمیتونم بیام 10,000 تا عدد صفر بذارم. نامپای اومده اینو واسه ما راحت کرده، میگه شما از دستور دات زیروز استفاده کن. خب اگر که حالا من بیام اینجوری بنویسم mp دات زیروز. خب بعدش اینجا باید چی بنویسیم؟ ببین خودش هم اینجا توضیح میده، میگه اول شیپ رو بنویس، بعد حالا میتونی دیتا تایپ و چیزای دیگر هم بنویسی، میتونی هم ننویسی، حالا اختیاری، ولی شیپ رو حتما باید بنویسی. بچه این هلپی که اینجا میاره رو خودتون، حالا بعضیا که واضحن مثلا این زیرو خب معلومه که صفر به ما برمیگردونه، حالا یک ماتریسی با عناصر صفر، ولی مثلا بعضی چیزا که خیلی واسهتون مبهمه بیایید این هلپش رو بخونید. مثلا اینجا گفته return a new array of given shape and type، میگه یک آرایه جدیدی با اندازه و اون تایپ داده شده به ما برمیگردونه. بعد گفته filled with zeros، یعنی پر شده با صفر دیگه، با صفرها پر شده. مثلا من میخوام شیپ، حالا مثالم اینجا میزنم، یعنی شما بیاید پایینتر میتونید حتی مثالاش هم اینجا ببینید. ببین مثلا np.zeros 2:1، یعنی یک ماتریس 2:1 میسازه، 2 تا سطر داشته باشه، یه ستون و همش هم صفر باشه. پس این مثالاش هم حتی خودش نوشته. خب فرض کنید من میخوام بیام یک ماتریس همون 100% بسازم، یعنی 100 تا ردیف و 100 تا ستون و همش هم صفر باشه. خب حالا میتونید دی تایپش هم مشخص کنید یا مشخص نکنید، فرق نمیکنه، این خودش به صورت پیش‌فرض میاد فلوت 64 رو واسه دی تایپ در نظر میگیره. حالا من فرض کنید میخوام دی تایپش هم تغییر بدم. خب اینجا یه و میذارم، می‌نویسم دی تایپ مساویه با np دات مثلا اینت فرضاً 32، میخوام تبدیل بشه به اینت 32. خب میبینیم که اینجا دی تایپ رو هم برای ما به اینت 32 تغییر داد. یه نکته‌ای که هست، چرا بعضی وقتا این دی تایپ رو مینویسه بعضی وقتا نمینویسه؟ ببین شما اگر که اون دی تایپ های در واقع دیفالت رو استفاده کنید، یعنی مثلا اینت 64 یا فلوت 64 رو استفاده کنید، دیگه اینجا نمایش داده نمیشه، چون اون به صورت دیفالت هم دیگه، یه پیش‌فرض هموناست، دیگه نیاز نیست اینجا بیاد بنویسه. ولی اگر چیزی به غیر از اونا استفاده کنید، مثلا من اینجا اینت 32 نوشتم، این میاد اونا رو برای ما نمایش میده. ولی مثلا همین اینت 32 رو اگه تبدیل کنیم به اینت 64 دیگه به ما نشونش نمیده دی تایپشو. چرا؟ چون که اینت 64 یه در واقع دیتا تایپ پیش‌فرض هستش. خب دستور دات وانز چیکار میکنه؟ مشخصه دیگه، دات زیروز میاد در واقع با صفر اینا رو پر میکنه، دات وانز میاد اینا رو با یک پر میکنه. یعنی من اگه بنویسم mp دات وانز و بعد حالا اینم همون چیزا رو داره دیگه، ببین شیپ میتونید بهش بدید، دی تایپ میتونید بهش بدید و چیزای دیگه. مثلا من شیپش رو همون 100% بذارم. خب الان ببینید یک ماتریس 100% برای ما میسازه که حالا همش هم با یک پر شده. حالا به خاطر اینکه اینو مطمئن بشیم
من میام مثلا اینو اسمشو بذارم A و بعد شیپشو بگیرم ببینم شیپش چنده. A.shape رو اگر بگیریم میبینیم که 100% هستش. پس یه ماتریسی هستش که ابعادش 100% و همش هم با 1 پر شده. بیایم سراغ دستور بعدی. دستور بعدی .i هستش. ببینید این آی مخفف همون آیدنتیتیه که توی ریاضی داشتیم و به معنی همانی هستش، یعنی ماتریس همانی برای ما میسازه. حالا شکلش رو اینجوری نوشته ولی خب منظورش همون آی هست که آیدنتیتی هستش که ما داریم، این آیی که می نویسیم. خب این چی کار میکنه؟ میاد یه ماتریس مربعی برای ما میسازه که حالا قطر اصلیش 1 و بقیه عناصرش همه 0. ماتریس همانی همین بود دیگه، قطر اصلیش همه 1 بودن، عناصر قطر اصلی، و بقیه عناصرش 0 بودن. مثلا من اگه بنویسم mp.i و بعدش یه عدد بهش بدم، چون که مربعی هستش معمولا ماتریس همانی فقط یه دونه عدد میخوام. مثلا شما 5 اگه بذاری میاد یه همانی 5×5 به شما میده. ببین الان یک ماتریس همانی 5×5 بهم داده که قطر اصلیش همش 1، بقیه عناصرش 0. حالا شما میتونید یک پارامتر دیگه هم اینجا تعیین کنید. حالا این n بود، این 5 که تعیین کردیم n بود، m رو هم میتونید تعیین کنید. یعنی چی؟ یعنی میتونید بگید که در واقع 5 در چند باشه، یعنی تعداد ستون ها رو بیاید تعریف کنید. مثلا فرض کنید من میخوام 5×4 باشه، یعنی مربعی نشه. ولی خب به صورت پیش‌ورز این چیزی که ما میدونیم ماتریس همانی مربعیه، ولی حالا اینجا این قابلیت هم گذاشته که حتی ما در واقع اگه خواستیم به صورت مربعی هم نذاریم اینو. مثلا من فرض کنید میخوام 5×4 بذارم اینو، یعنی چی؟ یعنی بیام این ستون آخری که اینجا داریم رو حذف کنم. خب اینو می‌نویسم 5 و 4. الان ببینید این ستون آخر رو برای ما میاد و حذف میکنه و اون ستون آخره دیگه حذف شده و یک ماتریس همانی 5×4 به ما تحویل داد. دستور بعدی empty هستش. این دستور empty در واقع میاد یه ماتریس، حالا خالی نمیشه گفت، اینا رو با اعداد رندوم پر میکنه، یه ماتریسی با اعداد رندوم به ما میده. من اگه بنویسم np.empty، خب ببینیم چی میخواد. حالا اینجا خودش توضیح میده. ببین شیپ رو باید بهش بدید، دیتا تایپ و چیزای دیگه. خب مثلا من میخوام فرضاً 3×2 باشه. خب میبینیم که یک ماتریسی به ما میده که 3×2 هستش و عدداش هم همینجوری حالا اومده خودش پر کرده. خب ماتریس دستور بعدی دستور فول هستش. چیکار میکنه این فول؟ دستور فول میاد و عناصر رو در واقع اون ماتریسمون رو با عددی که من میخوام پر میکنه. مثلا ببینید این دستور حالا وانز میومد با 1 همه رو پر میکرد، یا مثلا این دستور زیروز میومد همه عناصر رو با 0 پر میکرد، ولی دستور فول میاد با اون عددی که من میخوام پر میکنه. اگه بنویسم mp.full و بعدش حالا ببینیم چی میخواد. اولا که یک شیپ میخواد، بعدش هم یه فیل ولیو میخواد، یعنی یک مقداری که با اون بیاد ماتریس رو پر کنه. بعدش هم حالا دی تایپ و چیزای دیگه. خب شیپ رو من بهش بدم، مثلا من یک ماتریسی میخوام فرضاً مثلا اون 100% که داشتیم. بعد میخوام بیاد این در واقع 10,000 تا عنصر رو با عدد مثلا 7 پر کنه. خب یه 7 هم اینجا میذارم و اینو اگر اجرا کنیم می‌بینیم که یک ماتریس 100% برای ما نمایش داده و همش هم با 7 پر کرده. بچه‌ها دقت کنید اینا رو میاد به این صورت نمایش میده و کامل نمیاد مثلا 100% رو اینجا بکشه. خب جا نمیشه دیگه، به خاطر همین میاد 3 نقطه میذاره و به شما میگه که این ادامه داره و شما یک شیپ دقیقش رو بخواید باید یه دات شیپ بنویسید و ببینید که این ماتریستون چند در چند هستش. خب دستور بعدی A range هستش. ببین A range دقیقاً شبیه دستور رنجی هستش که ما توی جلسات قبل، اون جلسه‌ای که راجع به حلقه فور صحبت کردیم اونجا راجع به صحبت کردیم. حالا اون جلسه رو اگه ندیدید من لینکش رو این بالای صفحه میذارم که اون جلسه رو برید حالا ببینید اگه نیاز دارید. خب ببین من اگه بنویسم mp.arange، این میاد یه رنجی از اعداد رو در قالب یک
حالا وکتور به من میده. مثلا من میخوام اعداد بین فرضاً 10 تا 20 رو بهم بده. خب مینویسم از 10 تا، حالا چون در واقع بازه باز هستش باید تا 21 بنویسم. ببین الان میاد اعداد 10 تا 20 رو توی یه دونه در واقع وکتور میذاره و به صورت یه آرایه اینو به ما میده. حالا فرض کنید گامش هم میخوام دوتا باشه، یه و میزنم، گامش رو میذارم 2، استپش رو میذارم 2. الان میشه 10 12 14 و حالا الی آخر. این 10 12 14 16 18 و 20. پس این ای رنج خیلی شبیه همون دستور رنجه، فقط تفاوتش اینه که این میاد و در قالب یک آرایه اینو به ما میده، مثلا در قالب یه وکتور این اعداد رو به ما میده. دستور بعدی دستور لین اسپیس هستش که اینم باز خیلی دستور مهمیه. ببین لین اسپیس چیکار میکنه؟ شما میتونید بهش بگید بیا مثلا بین فرضاً همین 10 تا 20 بیا مثلا 5 تا عدد به من بده. پس ببینید حالا من یه مثال بزنم. فرض کنید هم np دات لین اسپیس. خب بعد حالا بیام مشخص کنم مثلا بین 10 تا 20. حالا اینجا توی دستور لین اسپیس ما بازمون به صورت باز نیست، به صورت بسته هستش. ببینید اگه دقت کنید این اینتروال رو نوشته استارت و استاپ، بعد اینا رو به صورت بازه بسته نمایش داده. خب فرض کنید من میخوام بیام بین عدد 10 و 20. ببینید یه استارت داره یه استاپ داره که مثلا من گفتم استارتش 10 باشه، استاپش حالا 20 باشه. یه دونه هم نام داره. نام یعنی تعداد اون عنصرایی که ما میخوایم ازش بگیریم. فرض کنید من بین 10 تا 20 مثلا میخوام فرضاً 3 تا عدد ازش بگیرم. خب ببینید الان واسه ما آورده دیگه 10 15 و 20 رو به ما داده. یا مثلا میخوام چه میدونم 5 تا عدد ازش بگیرم. حالا 10 12 و نیم 15 17 و نیم و 20 رو به ما داده. پس این لین اسپیس کارش اینه که بیاد توی یک بازه مثلا چه میدونم 10 تا عدد به ما بده، 20 تا عدد به ما بده. حالا اگه این تعداد عددها رو تعیین نکنید، یعنی مثلا ننویسید 5، ننویسید مثلا 3، ننویسید چند تا عدد میخواید، خودش به صورت پیش‌فرض 50 تا عدد بهتون میده. ببینید بین بازه 10 تا 20 اومده 50 تا عدد به من داده. این خیلی حالا دستور به درد بخوری هستش، حالا بعدا ازش استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید من بین عدد 0 تا 1 میخوام 100 تا عدد بیام بگیرم. خب می‌نویسم np dot linspace و مثلا 0 تا 1 و حالا 100 تا عدد بهم بده. خب می‌بینیم که 100 تا عدد رو توی بازه 0 تا 1 به ما داده. خب دو تا دستور دیگه هم داریم، zeros like و ones like. اینا چیکار میکنن؟ خیلی حالا کارشون ساده هستش. بذارید اول من یه ماتریسی حالا یا یک برداری فرق نمیکنه بیام تعریف کنم. مثلا np dot array بیام یک حالا فرضاً یه ماتریس تعریف کنم که حالا به این صورت هست، مثلا 1 و 2 و حالا مثلا 3 و 4. خب الان A رو اینجا نمایش بدیم. خب شیپش هم که مشخصه حالا نمایشش بدیم. یه ماتریس در واقع 2 در 2 ما اینجا داریم و دی تایپش هم بذارید من نشونتون بدم A dot دی تایپ. دی تایپش هم بدیم از نوع اینت 64 هست. حالا بذار این دی تایپش هم عوض کنم، مثلا بذارمش دی تایپش رو بذاریم np dot int 32. خب الان ببینید من اومدم یک ماتریسی ساختم که ابعادش 2 در 2 هستش و دی تایپش هم از نوع اینت 32 اینتیجر 32 بیتی است. حالا من میخوام بیام یه ماتریسی بسازم که همش صفر باشه، یعنی همه عنصرهاش صفر باشه و شبیه این ماتریس باشه. ببین کلمه لایک یعنی شبیه دیگه، شبیه این ماتریس A باشه. یعنی چی شبیه باشه؟ چه چیزایش به این ماتریس A شبیه باشه؟ یکی شیپش یعنی ابعادش و یکی هم دی تایپش یعنی اون نوع دادش. من اگر بیام بنویسم حالا میتونیم توی یک متغیر اینو بذاریم یا نه بیایم همینجوری بنویسیم. مثلا بنویسیم np dot حالا zeros like و بعدش اینجا توی این پرانتز مثلا a رو بهش بدیم.
این چی کار میکنه؟ میره یک ماتریسی که همه عنصرهای صفره برای ما میسازه به ابعاد A، یعنی همین 2 در 2 و با دی تایپ A، انگار که ارث‌بری میکنه هم شیپ رو و هم دی تایپ رو. از این A میاد اینا رو ارث‌بری میکنه. الان ببینید الان این عنصری که این در واقع ماتریسی که ساخته 2 در 2 هستش، مثل در واقع این A، و همشون هم صفرن. دی تایپش هم از نوع اینتیجر 32 هستش، 32 بیتی هستش. خب یا مثلا وانز لایک هم همین کارو میکنه. کلا این لایک رو هر جا که حالا دیدید زیاد میبینید. من حالا دو موردش رو بردم. منظورش همینه، یعنی بره شبیه یک حالا ماتریس دیگه یه چیزی رو بسازه. خب مثلا بنویسم mp dot ones like و A رو بهش بدم. خب این میاد یه ماتریس در واقع یه ماتریس 2 در 2 برای ما میسازه که همه عنصراش یکن و دیتا تایپش هم از نوع اینتیجر 32 بیتی هستش. خب حالا مبحث حالا این کتابخونه نامپای خیلی طولانی هستش، باید توی 3-4 جلسه حداقل حالا اینو بریم درسش بدیم. اینه که به خاطر اینکه حالا خیلی هم تایم این ویدیو طولانی نشه، من اینو همینجا تموم میکنم و حالا جلسات آینده رو توی ویدیوهای بعدی میتونید ملاحظه کنید. اگه که ویدیوها واسهتون مفید بودن، ممنون میشم که حالا هم ویدیو رو لایک کنید و هم کانالمون رو هم سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی هم باخبر بشید. خسته نباشید. خدا نگهدار.